سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به یکی از ویدیوهای جدید ما. امروز میخوایم براتون یاد بدیم که چطور ما و شما میتونیم از تلفن‌های همراه خود با دور روش استفاده کنیم که هیچ کس نتونه ویدیوها و عکس‌هایی که ما و شما در داخل گالری خود داریم را کسی ببینه. پس ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. اگر خوشتون آمد لطفاً لایک کنید و کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. دوستای عزیز، در اول ما و شما روی تنظیمات بریم، روی کلیک میکنیم و از اینجا مراقبت از باتری و دستگاه ما و شما پیدا میکنیم و روی کلیک میکنیم و داخل نقطه از این نوشته شده حالت نگهداری و حالت نگهداری رو روش کلیک میکنیم، نوشته شده روشن کردن و روی روشن کردن دوستای عزیز کلیک میکنیم و دوباره شروع مجدد انتخاب میکنیم. تلفن ما و شما بعد از 2 دقیقه یک بار خاموش روشن میشه و به صفحه بعدی خود که صفحه است که هیچ عکس یا ویدیویی وجود نداره و هیچ کس نمیتونه ببینه میره. و این دوستای عزیز صفحه است که در حالت نگهداری است و هیچ عکس یا ویدیو در داخل گالری وجود نداره، یعنی هیچ عکس یا ویدیویی را کسی نمیتونه ببینه. دوستان عزیز چطور ما و شما میتونیم به صفحه اصلیش برگردانیم؟ از سر گوشی میکشیم پایین، نوشته شده گوشی شما در حالت نگهداری است، روی کلیک میکنیم و خروج را میزنیم و یک بار مو پین کد یا مو رمز گوشی ما و شما رو میخواه و او رو بزنیم تا که تلفن ما و شما به صفحه اصلی خود برگرده و ادامه را میزنیم دوستای عزیز که تلفن ما و شما یک بار خاموش روشن میشه و به صفحه اصلی خود برمیگرده.